رسم رو کنعان دزدید. بعد کسی اومده از کنعان رسم رو دزدید. بعد از نام من به آقای اکرم روان کرد که این کار رو کرده است. رسم رو کنعان دزدید. بعد کسی از او دزدید. باز کسی از کسی دزدیده رسم رو از من روان کرد. این چی است؟ از این فکرها عقلم را گم میکنم. اوف اوف اوف. اونال اچاقم کن. تمام جانم تمام. شکر این خوب کشی نشدیم بلا شد یا توبه. ای شوکت این چی خیلی خراس زنی است، مثل گسله خواب میکشه. در این خونه که در بیرون خواب میروی دیوانه شدی و درون درو. لعنت به کسی که تو رو به اینجا آورد شوکت. با امر خدا و سنت رسول گرامی قدرمان جوان حاضر در شاهدی این دو مسلمان تو بنت سلمت زهرای عزیز زیا ابن حسن را به شوهر قبول داری؟ بله قبول کردم. زیا ابن حسن تو جواب ده، زهرا را به همسری قبول کردی؟ بله. شما هم دیگر رو نمیگیرید؟ چی گپ خودش؟ چرا نمیگرفتم یزنه؟ این یک مکاری بیشرف است. نام این آدم کالتکیل است. چی؟ کالتکیل است گفتید؟ نه زهرا، او میخواد ما را جدا کند، باور نکن. براره دورم سردارم ایستید. این دو جوان نو نکاح کردن، بگذار کارو باراشون حل کنند، بس سحر میبره. ابله خاموش است، به این کار دخالت نکن. براره دورم مرا انتظار شو زهرا، میایم، برگشته میایم البته. استادم رو با کجا میبرید؟ نمت را گیر، او حتما میآید. مادر میگویند که زهرا با داملا زیا نکاح دینی کردند، نکاح رسمی نکردند، راست است؟ چی خیلی نکاح؟ توی آنها اینقدر وقتها ساخته بوده است. چی؟ زهرا تو با من چیکار کردی دخترم؟ بابا جان من از کجا میدونم که داملا زیا ملای ساخته است؟ ما را فریب کرد، من بیگناهم. من به حیثیت تو بازی نکردم زهرا، من تو رو دوست داشتم، من تو رو دوست داشتم.
این دفعه خلاص نمیشوی کالتکی راست. جایت پشتی پنجره است. تو دامولای ساخته ای، همه چیزت ساخته است. ای نمیک از خدا بیترس. بر دروغ تهمت کردن کسی گناهی عظیم است. بیترس از خدا. این بس یک از بسیار دامولای تهمت گناهکار نکنید. است. 80 سال سودش کنید. ساخته کار. شنون جزا میگیرد کی؟ پروا نکنید استاد. پیش خدا راست باشید شو. قرار. از تو خلاص شدم. خلاص شدم. اکم یه گناه ندارد، اکرم یه گناه هست. خواهرم اکم را نبرید، برو گرفتن نمیتوانید. اکم این آدمان چرا شما رو تهمت میکنند؟ آخر شما گناهکار نیستید کو؟ اکای من هستید، اکای قهرمانم هستید. نمیتوانید؟ خواهرم این آدمان چرا به شما چنین گپ‌ها میگویند؟ خواهرم اکا چرا اینقدر سالها مرا تنها گذاشته رفتی؟ خواهرکم من تو رو اصلا تنها نگذاشتم. دیگر مرا تنها نگذاری. تو را هیچگاه تنها نمیگذارم خواهرم. برادر خواهرم خوب هستی؟ من تو را هرگز فراموش نکردم. تمام برادر فراموش نکرده ای. شد تمام آرام شد. چینگیز زوغی سیاهش کی است ها؟ با نبیره اکرم با زهرا چی علاقه داشته باشد ها؟ شاید اکرم برای دزدیدن رسم با زوغی سیاه پول داده باشد ها؟ رسم را از من دزدیده مرا فریب کردنی است. اکا این رسم کلینش بوده است. پس خاطرات عائلویش بوده است. اینم همین خیلی. از این پس رسم برایم وجود ندارد چینگیز. من بعد همه کارم برای زاغی سیاه است. از خانه کنان رسم دزدیدن را با او نشان میدیم. همه اتون رفته زاغی سیاه را تمام اکا. تمام اکا می شود اکا. تو چی خیلی رو میابی ها؟ گویا چی خیلی یافتنی او را میدانی ها؟ گو زهرا را تعقیب کنید. شاید آن دکتر برای زاغی سیاه مهم است یا اینکه دوست داشتهاش است. دکتر را تعقیب کنید. اگر شاید زاغی سیاه را یا به چینگیز. مرا فهمیدی؟ فهمیدم اکا. رفته در سرش خلطه کشیده بیارید. اطاعت اکا. ایوه چیکار میکنید؟ با خدا من آنقدر امید هم ندارم که خواهرم با پلیس رفته درباره من با اویله هم از پلیس چیزی پرسیده باشه. سلام علیکم. یه برادر شاید تو رو نمیشناسد. از کجا میشناختن شوکت؟ من 20 سال شد که از آنجا گریختم. بله درست میگویی. تو شناسامت رو عوض کردنی بودی، تا حال عوض کردن نتوانستی. نه نتوانستم، لیکن امید دارم به نزدیکی میشود. نصیب باشد برادر. اینقدر آدمی بدبختی هستی برادر. جایی که حجت‌های خواهرت گذاشتگی بودند آنجا سوخته خاکستر شده است. این چی تقدیر است؟ چیکار کنم شوکت؟ اگر من بخت می داشتم همراه تو میگشتم. خواهرم در خواب مرا جیغ میزند شوکت. سالها شد که او را ندیدم، اما ناامید نشده باری هم از گفتگوی خواهرم دست نکشیدم. خیر میابی برادرم انشاءالله. خواهرت را میابی انشاءالله شوکت. خیر تا دیدار. بله برادر در امان خدا.
مادر جان خدایا دستتون درد رو نبیند. امشب آقای اکرم اکای اونال به دومولوزیو را دعوت کرده است. هم برگردانیدن رسم را جشن میگیرد و هم هر دو دومولد را به یکدیگر شناس میکند. مادر جان اگر مویهایم رو همین طور گذارم به من مزیبیده باشد یا اینکه نه؟ ای جانم این هم سوال شد خیلی که خواهی. یعنی اگر همین طور کنم بهتر میشده باشد؟ یاسومن تو برای کی خود را اینقدر زیبا میکنی؟ ای مادر جان این را بین، یا اینکه تو برای پسری خلیل خود را زیبا کرده ایستاده ای. ای مادر جان همین سخنهایتون رو یک طرف گذارید؟ راست میگویم، بله راست میگویم. من تو را برای یک عمر خدمتگار بودن نزاییدم. روز تو هم لباس عروسی میپوشی، روز میشود که ناله خوردنی نمیابی و یک بار در خنوکی دیررس بلرزی، آنگاه به قدر گفته های مادرت میرسی. اینقدر روی ما کردید مادر جان؟ مونیدم این گپایتون رو. یاسومن این چی است؟ هیچ چیز نیست مادر جان. بیده ببینم. برای زاد روزی دوگانم توفه گرفتم. برای ریکور خیر. تو خواهری کی رو دزدیده ایستاده ای؟ اکا این کارو نکنید، نکشید عزیزی مرا. دمت رو گیر، تو گپ نزن. اکاییست دستت رو آلوده نکن. اگر او را پرانی من دیگر به هیچ کس خونه دار نمیشوم. دمت رو گیر گفتم. اکا ما خونه دار شدیم، نکاح دینی کردیم. چی؟ نکاح دینی کرده؟ بله اکا ما خونه دار شدیم. خواهرت زن حلالی من شد. من یگو گناه نکردم اکا. کی شما را نکاح دینی کرد؟ دومولو کرد اکا. کدام دومولو؟ تیز گوی تو هر دویتون را به اون دنیا روان نکنم. اکا ببین من گفتم که ما رو حاضر نکاح نکنید. اول ما رفتن نکاح رسمی کنیم، بعد پیش شما اومدن نکاح دینی کنیم. اما ما رو مجبوری نکاح کرد. من گناه ندارم اکا، او ما رو مجبور نکاح کرد. رمزی تو چه ها میگویی؟ مجبوری شما را نکاح کرد. او چه خیلی دومولو است؟ آن دومولو در کجا سود گوی؟ چی گپ است؟ ایستا خواهرم را تو مجبوری نکاح کردی. یا خدای چی خیلی نکاح برادر، سلاحت را گیر. مرتضی ایستا شاید این دیگر دومولو باشد. اکا بس کن همین دومولو است. رمزی گفت کو ما را مجبور نکاح کرد. ای رمزی تا از اول با من معقول نشده پسر شیطان. ای برادر از دامولازیا از پشت آن رسم خیلی وقت شد که عذرخواهی نکردیم. چنگیز زودتر ماشین را ران. اکا تو گناه نداری، در اصل گناهگار دامولا است. با یاد تو زاغی به شرف را آورد. گناهگار دامولا است، همین خیلی نه اکا؟ ای نمیک سالها گذشت تو عقل یاد نگرفتی، برعکس عقل نبوده را گم کردی. این دامولازیا نیست ها؟ چه کار میکنید؟ ها؟ چه کار میکنید؟ چی کار میکنی؟ شما چیخل بسری دامولا سلاح میبردارید به ایمانهای احمق؟ این آدم خواهری مرا مجبورا نکاح کرده است. جوابش را میدهد. ای چنگیز بسیار آقی پدر را دیده بودم، اما مثل اینش را که برای نکاح کردن آدم دیندار به سرش سلاح کشد یکم بار دیده ایستادم. والله گم شوید، مثل انسان نکاحی حلال کرده است. دفع شوید. دامولا با دل نگیرید برای آن حادثه گذشته. مرا ببخشید که از شما عذرخواهی نکردم.
با خدا هیچ گپ ندارد جناب کنعان. آن حادثه را من فراموش کردم. ببینید پرابلم بالای پرابلم است. خیر بیاید شما رو برده رسونیم. با کجا میروید؟ تشکر. منم خیلی یک راه گشت آورم شوم گفتم. دامولا اگر اینها باز آمده شما را تهدید کنند با من گویید و آنگاه دیگر مشکلی نمی شود. استغفرالله آقای کنعان، کم نباشید. تشکر. دستتان را ببوسم. استغفرالله. دامولا خدا نگهبان. خدا نگهدار. اوه خدایا، کنعان دیوانه حق است. بعضا کمکش میرسد. اوه گلسون ایستا، خودت را نپردو. به خدا نیفتم و به پایان بپردایم. گلسون این کارا نکن. ایستا خواهر، این کارا نکن. خودت را نپردو. گلسون خواهرم ایستا، این کارا نکن. یا خدایا. ای خواهرک خوشرویم، تو در اونجا چیکار میکنی؟ من دیگر چاره ای ندارم آخی. دیگر زندگی کردن نمیخواهم. ببین آرام باش، این کار را نکن. ایوه دامولا چیکار کنیم؟ با او چی شده باشد؟ او را به مردی نمیخواستگیش به شوهر دادمیم. همین خیلی میگوید. استاد یکان کار کن که خودش را نپرداید. تمام بس کنی. ببین آرام شو، این کار را نکن. فهمیدی؟ دیگر چاره ندارم دامولا. من خودم را میکشم. هیچ خیلی گبزه نیست. ببین من با اکات صحبت میکنم. دامولا این بیفایده است. او هیچ چیز را نمیفهمد. ای خواهر ایستا، خودت را نکش که خودکشی حرام است. دوزخ میروی. ایستا گلسون نکش خودت را. ایستا، این کارا نکن. خواهرم ببین کاری خطا میکنی. با پایان فرا گناه نگیر. دیگر چاره ندارم دامولا. ببین ایستا، من به پیشت میوایم. تمام. خودت را نپرتو. ایستا همونجا. گلسون نکن. ایستا، نکن این کار را. ایستا، خودت را نپردو. ایستا من با بالا میبرایم. ایست. همه گروه ها با دقت باشید. در محله چیم تفا یک دختر خودکشی دارد. کسی که در نزدیکی آن محله است به آنجا روید. تمام. سردارم ما بسیار نزدیکیم. جواب دهم. میدونم به همه کار همراه نشو. فهمیده شد مرکز. من کمیسر کرم اونال به جای حادثه روان هستیم. دیولا شای با تو نشان میدیم. گلسون قربانت شوم. با پایان فرا. عذری زیاد دامولا. دیگر چاره ندارم. برای من دعا کنید. نه این دختر خودش را میپرده. خدایا چرا من به نگاه آنها شاهد شدم؟ نمیدونم برای چی شدی. عجب. گلسون ایستا عزیزم، خودت رو نپرتو. من به تو چی کار میکنم؟ دامولا التماس یکان کار کنه. من چی کار کنم؟ چیزی که میتوانم کردم. گلسون آنجا ایست. من پیشت به بالا میبرایم. ایستا دخترم خودت رو نپرتو. خودکشی گناه است. ولی کن همه کسا خاموش پراکنده شد پلیس بیاید. دل به خطری رو کشه. مردم رو دور کنه. زود باشد. زود. یک طرف ایسته. خدایا این دختر رو نجات ده. چیکار کنم؟ حرکت نشوه. ای پس لنتا بزوخی چه خلو دمی چایره چی تو یا بگفتم کمیسر تنجی است؟ خوب هستی؟ سلامتی خوب است؟ خوبم. تو اینجا چی کار میکنی؟ ای خدایا اینقدر آدم جمع شده است هیچ گپ نه و من اومدم گپ میزنی. ادو شو. او را گرفته بر از اینجا و پس لنتا بر. ای دختر خودت رو به دست گیر.
چشمه به اونجا برآمده میتوانی؟ سردارم برآمدن میبرم اما از آنجا مرا کی میفرارد؟ اما جا ایستایی نفرام. بیا پریکول نک سردارم. یه دختر ایست خطه نپرتا که پر خدا حیف میشه. ایست گروه یار رسان نرسی. مرد باشی خطه پرتو؟ نه پرتو ریش سیاه میکنم. نکن آخیر. دخترم خودت رو نپرتو. ایستا میگویم ایستا. سردارم با خدا خچه بپرتویا. یک گپ نزن خاموشیست. کمیسر یک طرف ویسکی در بلود نغلطه. دمت رو گیر. ایلنتا این طرف تو حق نداری خچمه این خی گپ زنی. خاموش. دم تا بگی. بیا سر ویرو نکنی. ایستا دخترم کلسون. ایستا. نپرتو این کار رو ایستا ای دختر. نپرتو خودت رو نپرتو. خدایا مرا ببخش. دخترم چرا بیهوش شدی؟ اکنون من با تو چیکار میکرده باشم؟ خدا را شکر که من دخترم با واسطه این نفر نشد. شکری خدا که نغلطیده. کی بود؟ سردارم برگوش خدا این طرف نیارد. آفرین برادر آفرین. احسن با خدا یردم کنی شنگ یردم کنی من ای. این آدم کجا گم شد؟ الو دختر در پس بینا بیهوش خوابیده است. الو تو کسی برادر؟ زاغ سیاه. زاغ سیاه؟ زاغ سیاهش کی است؟ کی باشد؟ همخی فرومد با شارز در روی زمین همخی تیت پیچید رو ده همخی دود چنگ شد. اگر همون دختر میغلطید این هم خیلی میشد. شوق‌آور. شوق‌آور؟ همه خدرک؟ آخر چیزی رو که با چشمانم ندیده باشم چگونه باید باور کنم؟ من فکر کردم تو حالی مرا بوسه. برادر تو عالم عجایبو تا ندیدیده؟ دیدم شوکت دیدم. دیدی؟ پس چرا من تو رو در اونجا ندیدم؟ من اینقدر خورد شدم همه محله گپی تو رو میگوید. گفته های محله رو برادر یک طرف گذار مرا گوش کن. من با دو چشمم حادثه رو هم از برش هم از پایان هم از پرش دیدم. بس شین دامولا چای بیارم؟ والله که خوب میشود. در چشمکات مرمده ملاشنی کافی بیار. حاضر. بسیار جای خوب یافته. هیچگاه از اینجا نرو. دهانت را پوش. بخدا میرا میبینیم دهانم باز میشه و چیکار کنم؟ تو بودی ها؟ همه چیز رو تو در حال میفهمی. البته که میفهمم. چه خیلی فهمیدی؟ از نقاب رویت هنگامی پیش پیتک رفتنم آن نقاب رو پوشیده بودی که البته میشناسم. زاغ سیاه. دمت رو گیر دیوانه. حاضر همه میشنود. استاد؟ یا خدایا توبه هجری از پسم آیسته آمده. استاد گفته کدام روز مرا تلخ کف میکنی. استاد نقاب کشیدن جایزه است. انا بر تو. بسیار سوالی خوب. من هم انتظارم. در محله هم همین گپ است. هجری ببین پسرم، اگر برای یک کاری خیر باشد خوب است، اما اگر برای ضرر آدمان باشد هیچ جایز بودنش جای ندارد. ببین میگویند که دشمن دانا به از دوست نادان راست است. با خدا نگهدار. نقاب را برای نیکی کردن پوشیدن جایز است. استاد خدا از شما راضی باشد. شب خوش با شما هم. من باش که خیر. از تو هم هجری خدا راضی باشد. تسبیح 152 نگه نداره؟ نفهمیدم. چی جای نفهمی دارد؟
150 دونگیش باشد لیکن دانه هایش خورد باشد. همه خیلش میگویند که دارد. ягон тасбеҳи зебое ки донаҳояш 150 то бошад. گوش کن تسبیح فقط دو نمود می شود یا 33 دانه یا اینکه 99 دانه. همین زیبا است. بله زیباست. این خیلی بین زیباست ولی من دانه هایش را بسیارتر میخواهم. намешавад дар дасти одам намезебад. ما برای دامولای مسجد خریدنیم تا که در دستش زیبا تا بر. برای دامولای مسجد همین تسبیح موافق است. 150 یا 200 دانگه باشد. نرخش مهم نیست. سر ویران نکن چونین تسبیح نیست. ай тамом фаҳмидам. чаро дод мезанед? тасбеҳфурӯши ганда будааст. зӯроҷон мегӯянд ки тасбеҳгардонӣ одамро ором мекунад. ӯ тасбеҳгардон нест ҷонам, ӯ тасбеҳфурӯш аст. селин хайр ин хел ки бошад 99 донагаашро диҳед мешавад. аммо дар ҳар як донаи тасбеҳ зиё нависед мешавад? намешавад? пас ин тавр бошад шумо нанависед. дар як пакет мисли тӯҳфа бигиред басанда аст. тамом. майлаш шуд. мӯи сафеди хира будааст. хира тавба. бисёр қаҳраш кард селин. وای داد گردن بندم نیست. همه جو رو کفتم نیفتم. چی داد زده ایستادی؟ گم شد به ما چی؟ کافته یاب ما محافظ توییم. شهناز در وقتی تازه کردن یگون گردن بند نیفتی؟ не хонум тулин агар хоҳед дарҳол кофту коп карда меёбам. майлаш حتما он гардан банд ба ман бисёр арзиш дорад. тамоман ғам нахӯред. онро ҳатман пайдо мекунам. иншолло меёбед. агар наёбед девона мешавам. бисёр гардан банди қиматбаҳо буд. қиматбаҳо بوداست. یوسمان این رو از کجا یافتی؟ خانم تولین توفه کرد. یوسمان این بسیار قیمت بها است. چرا توفه کرد؟ خانم تولین از اینها بسیار دارد. اینش را از تحت دل به من توفه کرد. از او میپرسیدم که چرا توفه میکنید؟ من شبهه دارم. و اونقدر زنی خوب نیست کو. این گپ رو یک طرف گذار. میخواهم که تو این گردنبند رو به گردنم آویزی. یعنی گویا تو به من خریده ای. یوسمان من این خیلی چیز رو گرفته نمیتوانم. ای آغوز رد نکن. چند بار دیگر تو رو زاره کنم. گویا تو به من توفه کرده ای. زود باش لطفا بسیار آشوخا نمیشود. مایلش زودتر. مایلش میبندم. مویهایت رو جمع کن. چخیل زیبید. بسیار زیبید. بسیار زیبا شدی. سرودی نوتکرار، نوای شیرین، احساسی بلند. Я других не замечал, Луис. Ты поверишь? Ты поверишь? این همه در کلیپی سمیر. Я других не замечал. Жаль, что нет. یعنی تو رسم را ندوزدیده ای؟ نه کمیسر من ندوزیدم. پس رسم را کی دوزیده است؟ وای زاغ سیاهش کی است؟ نمیدونم مامان گفت که من سیاه هستم. زاغ سیاه گفت. چی خیلی بود از زاغ سیاه؟ بله همین طوری که گفتم. قدش مثل خانه 2 متر بود و در رویش نخوب کشیده بود. همین خیل بود یعنی. بعد ناگهان گم شد. این پسر گروه از سر دارم. این دیوانه بوده است. نمیدونم عجینه رو دیده است. باید تو دعا خونی. دعا خوندم. یگان دوزی شناس 2 متر قد دارد؟ نه از همه آنها دیده قدی من بلند است. اینها چه خیلی دوزن؟ سردارم میگویم که نگویم لیکن میگویم در سر من فقط یک کس تاب میخورد. آن هم کلته کلاس. خوبش نمیگویی چارششمه. نگو. در اصل مادرش هم گفتنی بودم به خدا. مرد رحمتی. ماشاءالله بسیار آدمی بزرگ بود. شعری نر بود. خاموش. دمت را گیر. من نه او را فراموش میکنم تو باز به یادم میاری. او مرده رفت. لیکن دلم میگوید که او حالا زنده است. اما بسیار بیزی بود سردارم. جنازه‌اش رفتم با او دیدن نمیشد. علمم کرد.
بسیار عشق زنده. ها در جنازه‌اش من هم بودم. یه بچه‌مو گورکان خودت نبودی؟ در اون طرفی تو نبودی ها؟ بس کنید. آن آدم باز چی گفت؟ وای زهرا گفت. زهرا گفت؟ بله. زهرا گفت. به خدا زهرا گفت. الو زهرا جانم، تو زاغ سیاه گفتنی آدم را میشناسی؟ زاغ سیاه؟ نه یکم بار میشنوم یزنه. نمیشناسی یعنی؟ نه یزنه چرا پرسیده ایستادید یا که برسم یکو علاقه داره؟ نه جانم هیچ چیز نیست، همین خیلی یک پرسیدم. تمام جانم. چی میگوید؟ با تو چی؟ او را گرفته برید روید، هر دوتون روید، شما را نبینم، من رو تنها بگذارید. زاغ سیاه کی باشد؟ تو کی هستی؟ خدایا توبه. مادامی که ما زاغ سیاه رو نمیابیم، پس خدا شاید چینگیز میدانی که انتظاری را دوست نمیدارم. زهرا گفتنی دختر را یافته نزد من بیارید. مادامی زاغی سیاه زهرا گفته است، چقدر این زهرا با او عزیز است خواهیم فهمید. چی ایستاده؟ زود برو. با چشم سردار. رفتیم بچه ها. یاسومن حالا ایستا با تو نشان میدهم. بچه ها خوب هسته؟ رحمت پدر ما خوبیم. چه خیلی از شما اما که خیلی خوب هستید. خوبم یاسومن دخترم، در سویت چی خیل؟ خوب تشکری زیاد. یاسومن رفتیم دخترم رفتیم. مادر چیکار میکنید؟ یاسومن گفتم. چی شد خانم نشیده؟ بچه ها اینجا صحبت داشتن؟ آقای خلیل با فکرم با فرزندتان صحبت میکردید بسیار خوب میشد. از دخترم دورتر ایستاد. مادر راه گرد میرویم یاسومن. چنجه آقود؟ نفهمیدم. اکا تموم گیرید این گل رو دارید. ادعا شوی؟ باز آدمای محله ما نبیند آبرویمون ریزد. این چه خیل میشود اکا؟ این گل ها رو باید شما با دستتون گیرید. ببین پسرم، دل ینگه سوالت رو میابم. این یگانه راه است. حالا میبینی که ینگه سوالت دیوانه من میشود. البته اکا. این داملای ساختکار باز در همونجا هستن. سرده باز قهر ینگه رو میوری، عاشقانه رفتار کن. رفتیم اکا، عاقبتش با خیر باشد. گیر دست گل رو. هیچ کس مرو ندید؟ نه اکا، کی میبیند؟ این فرصتی شما است. دستگو چه؟ زیبا اکا، بسیار زیبا. مقلش میشود؟ بله. نمیک تو اینجا چی میکوبی؟ دل و جانم تو هستی. امیجا شنی کمزور گفتی اکا. تشکر برادر، رحمت. دوی رو سرده کرده از اینجا روی خوب میشود. برایت گل قیمت گرفتم. من از تو گل نمیخواهم نمیک. کی میدوند که باز از کجا این گل رو دوزیده آورده ای به من؟ در حقیقت این رو خریدم. نمیک اگر خوشبختی مرا خواهی منبت پاید رو به اینجا نگذار. لطفاً این رو به خاطرت گیر مایلش. ها؟ اقدی پس تدمورم گیر بوی کش.
سیبل از گلها الرژی دارد. من این رو نمیدونستم. البته نمیدونی. از روزی تویتان باری با گل نگرفتی. بیا سر گرگ نکه. آب بیار زودتر آب بیار. چی شد برادر؟ از گل الرژی داشته است. حاضر پاک میکنم. برادر او رو برداشت بجنبانم به خود میبین. سفسطه را بس کن شوکت برداشته جنبوندنش باز چی است؟ یک به بیمارخانه بردن نشان دهیم. چخیل بیمارخانه؟ تو خودت با بیمارخانه نیاز داری. بس او نکن الرژی دارد. مگر همین رو نمیفهمی؟ تو مرا از زنم جدا کردنی ها؟ نمیک چه؟ یا خدایا. نمیک از اینجا گم شو. لبه چینگیز. مایلش حاضر می آیم. کاش که اون زاغی سیاه آمدن نمیک رو از اینجا دور کنن. مایلش سیبل جان خودت رو احتیاط کن من می آیم حاضر. کسی که شما را نجات داد او را دیدید؟ نه کمیسر من بیهوش بودم اما وقتی من رو به زمین گذاشت یک چیز رو دیدم. در کتفش یک رسمی بود. رسمی چی بود؟ خاموش. رسمی کشیدگی بود. در کتفش رسمی کلتکلس رو دیدم. کلتکلس میگویی؟ این دختر همه خیلی ساده میتوبه بود یکی بسیار شوره. دامولو از شما عذری زیاد میخوام. هر وقتی که نمیک به اینجا اوید یکم بلا رو میدید. با خدا برای من یکم مشکلی ندارد خانم سیبل. با شما چیزی نشود گفتم میترسم. دوملو یک چای بیارم. اگر زحمت نشود. نمیشود. یک لحظه برادر من بینم در چایمون بود زهر نندازم. بیشی جگر. ای زهرو از اون پخت و پس به دامولو نگرفتیم. میدونی چه خیلی بامزه تیار میکنند اونها رو. بسیار بلازد میپزد لیکن اگر عادت کنی دیگر خودت رو داشته نمیتوانی. دومولوزیو رو با سیول ببین. سیولش کیست؟ آن روز به تو گفته بودم که با دومولوزیو یک دختر عاشق شده است. با یادم آمد. خودش رو شیرین کرده ایستاده است. هیچ شرم نمی کند که دومولو آدمی در نکاح بوده است. حاضر من به این دختر نشان میدهم. به او امکانیت نمیدهم. او رو ببین چقدر خوشبخت می نماید. زود بیرم. خانم سیبل این گلها در اینجا ماندن. آنها را پرتایم. دیگه دومولو من میپرتایم. چخیل تکرارا الرژی نشود. با اینو کشیده میپرتایم دومولو. با او باز دست گل میدهد. وای دومولو زیاروبین به چی کارها مشغول بوده است. رفتیم سلیم. من این رو رفته پرتایم دومولو. زهرا صحبت عاشقانه تان رو ویران کردن نمیخواهم اما برایتان یک تحفه گرفتم اون را دادن میخواهم. گیر جانم. یا خدای این برای من یک سورپریزی کلان شد. شما هم برای ما سورپریزی کلان کردید. من این سورپریز رو کشایم. شما شینه چرا ایستاده اید؟ نمیشینم. باز شما را ناراحت نکنم. روز بخیر. ایستو شیرینی خواستم اون رو میخریم. شیرینیشان از خودشان سیلین. رفتیم. خانم زورا قد داشت دومولو؟ با فکرم توفه رو کمی با غضب به تو هدیه کرد برادر. همه خیلی نه؟ عجب تحفه تسبیح. با اجازت شما خانم سیبل روزهای خوب. خیر شوکت تا بازدید.
روز بخیر. ما همراه سیوال جان چویت رو می نوشیم. بشی اصلا بچه ها اکای کنون آن رسم را فراموش کرد. میدونم. اگر این کار رو حل نکنیم حیاتمون برباد می رود. خواتیر نباش، اون نقشه را کشیدیم. آن دروازه هست کو در 45 ثانیه کشوده می شود. تا آن وقت دختر را دستگیر می کنیم. اکا بین زهرو می اوید، لیکن همراهش کسی است. کسی باشد تو زهرا را نگیریم از اینجا نمی رویم. این طور باشد زود او را دستگیر بکنیم. یک دقیقه وای دومولو زیون نیست؟ اینجا چی کار داشته باشد؟ ای لعنتی در همه جا از پیشم میبرایی. خودتون رو با دست گیرید اکا. ای بیا این کسافت را پرانده دختر را گرفته میرویم. چیش داده؟ دومولو زیو آدمی محترم است. محترم؟ آدمی محترم. اکای کنون با او بسیار احترام دارد. بعد آرام شو. تو خودت نگفتم دیگه زهرا رو دستگیر نکنیم حالمون بد میشود ها؟ تو دومولو زیو نرود به زهرا دست نمیرسونیم. اگر از این کار کانون با خبر شود ما را زنده نمیموند. ای بیا مونه بخدا. کانون دومولو زیو را بسیار حرمت میکند. بعد اینجا میشینیم زهرا رو بعد دستگیر میکنیم. خیر. آن سیوال دامولوزیو رو از تو میگیرد. حالا میبینی. این طور باشه توی ساخته رو به انجام میرسونم. اوف، لیکن با بابایم چی میگویم سیلین ها؟ این دختر از کجا پیدا شد؟ کاش که خوش رو باشد. رشک میکنی؟ چی خیلی رشک سیلین سفسطه نگوی این چی علاقه دارد؟ یا خدایا درد من تنها طول دادن این توی ساخته است. به یاد داری؟ هفته گذشته رو بابایم جدا شدن ما رو دیده چی خیلی غمگین شده بود. خیر دیدی کو؟ چی خیلی به او گول میدود. بله همه میدوند که شما با دومولو فوتیا کرده اید. بد زاد. این به دومولو نمیزیبد. چی تو برای مسخره هستی؟ همین رو گوی. احمق. زهرا یا خدایا نمیشنود یا اینکه شنید و جواب دادن نمیخواهد. دختر رو از مام تو نجات دادی، رسم رو هم از کنعان دیوانه تو دزدیده و به خانه آقای اکرم از نام من فرستاده. چرا؟ زاغ سیاه تو کی هستی آدم؟ سردارم به فکرم معلوم است. چی معلوم است؟ کی بودن زاغ سیاه؟ کی بوده است؟ کلتکل است. ادو شب مرد. سردارم بیان توی داده دختر رو فکر کنید. گفت که در کتفش رسمی کلتکلاس کشیدگی بود. باید دارید جسدی افته ما رو رویش را شناخته نمیشون. چقدری که شما رو زارا کردم که تست دینکا گذارانیم شما گوش نکردیم. تمام برایم. آفرین چهارچشمه مثل موش گربه رو قپیدی چهارچشمه. با من آفرین گفته سردارم؟ من موش قپیدم؟ بله تو را گفتم. زاغ سیاه کلتکیلس است، زنده است وای. آفرین با من سردارم. مرا آغوش نکن، در حال از خود نرفت چهارچشمه. سردارم از دستم خلاص نمیابی، این دفعه به آسانه رها نمیابی کلتکیلس زاغ سیاه. آفرین. آقای اکرم خوب هستید؟ تشکر، خوش آمدید. وقتی که شما را میبینم خودم را خوشبختیس میکنم. در رویتان یک نوری است، چه خیلی که نباشید انسانی مبارک هستید. از رویتان نور میبارد دامالله. بسیار تعریفم کرده جناب اکرم. من یک زهرا رو دیدم و روی تحفه به او تشکر گفتن میخواستم. بخیر است؟ او با من بسیار یک تحفه زیبا کرد. بینید مرا در حیرت گذاشت. نبیره من چقدر خوب فکر کرده است. آفرین به او.
امروی سیلیم به بالا برآمد. اگر خواهید به پیشش برایید. مرحمت. تشکر جناب. روزتون بخیر. مرحمت. آدمی خوب هر وقت در همه جا معلوم است، چون که از روی مبارکش نور میریزد. نور. کی است؟ منم زیا. چرا اومده باشد؟ من میدونم. جدا شدن ما رو میگفته باشد. عجبا. نه، عذرخواهی اومده است. هوشیار شو، زور خودت رو سوس نگیر. درآیید. سلام. سلام. خانم زهرا، وای من برای تشکر گفتن آمدم. یعنی تحفه کرده تو بسیار زیبا بود. بشوخی نصیبتان کنه دامولا. اکنون تو رو بسیارتر یاد میکنم. ببخشید یک نافهمی است. یعنی در مغازه شیرینی ها بسیار خشمگین بودید؟ نه، خشمگین نبودم. خطا فهمیدید. شاید خیالاتت به دیگر کس بود و این خیلی گمان کردید. دیگر کس گفتید؟ با محبت نگاه میکردید. چشمتون رو از آن دختر نمیکندید. ببخشید کی رو در نظر دارید؟ سیوال رو. خانم سیوال؟ ببینید دامولازیو، شاید شما هم دیگر رو دوست میدارید، اما همه میدونند که شما با من فاتحه کرده شده اید. با این کارتا شما هم مرا و هم دیگران را شرمنده میکنید. میفهمید چی کار میکنید؟ یک دقیقه چه خیلی دوست داری؟ کدام خیال چی ها گفته ایستادید؟ من نمیفهمم. عشق بین شما و خانم سیوال رو میگوییم. معلوم است که شما یک دیگر رو دوست میدارید. من و خانم سیوال یک دیگر رو دوست میداریم؟ این خطا است. دامولازیو، شما این خیل نکنید لطفاً. به من دروغ نگویید. ما دیدیم که شما به دختر چه خیل گل دادید. ببینید خانم زهرا، آن گل ها رو من نگرفتم. آن دسته گل رو در اینجا شوهرش نمیک پرتافته بود. باز برای شما شده است شوهرش برآمده است. به خدا که من قایل. چقدر موضوع رو طول داده. ببینید خانم سیوال اگر مرا حرمت کند هم تنها از آدمگریم و در محله دامولا بودنم حرمت میکند. بین ما چیز دیگر نیست. چی گفتنید خانم زهرا؟ من حقیقت رو با شما گفتم. چرا این طور با من نگاه میکنید؟ یک دقیقه زورو جان، یک دقیقه. من میفهمونم، چون که ما زنها یک دیگر رو بسیار خوب میفهمیم و به دلمون باور داریم. آن دختر به شما عاشق شده است. عاشق. خدا توبه. چقدر زنها ساده هم برادر هم؟ به خدا که راست. چشکبوتک مرا به تو عاشق برآوردن گوی؟ هیچ نپرس، خوبش فکر کن که چیکار کنی. ببین برادر، فکرهای پنهانی هم رو به تو میگویم. زهرا تو رو رشک میکند، همین خیلی نه؟ من تو یک چیز میگویم شوکت، من هم این فکر رو داشتم. گمان میکنم زهرا مرا رشک کرد. یا اینکه نه. چرا رشک میبرده است؟ رشک بوده است؟ همین خیلی؟ باز دامولازیو فکر نکند که تو رشک میکنی. سفسته نگوی سیلین. در حقیقت ما بسیار بد واهمه کردیم. او رو زیاد پرسیدیم. برادر، اگر زن اینقدر داد و وای کند خوب نیست. ای پسر چه خیلی داد و وای. خریب که مرا زنده به زنده آتش میزد. یعنی مثل دیوانه ها از چشمانش آتش میبرامد. قسم بخور. به نام الله. پس حالمون خیلی بد است برادر. زهرا به تو عاشق شده است. عاشق میگویی؟ نخو. نه البته دامولازیو این طور فکر نمی کند. سفسته گفتی. به خدا همین طور است. اول توفه، بعد ناز کردن. نفهمیدم. درست. نباید او بیهوده امیدوار شود.
بیامان به خودم رو با امید نکن شوکت. هیچ خیلی بیهوده؟ با چشمانم دیدم که دختر قریب از رش کفیده مرد. در حقیقت هم خیلی است نه؟ یعنی زهرا با من، اما ببین در حقیقت باور داری؟ این کار ناممکن است سلین. دوملوزیو و من نه این طور شدنش رو فکر نمی کنم و باز او میدوند که این خیر شدنش ممکن نیست. میدوند؟ نمیدوند باید داند. اکا همه چیز را فهمیدیم. چی بوده است؟ رسم را به اکا اکرم دامادش برده است. دامادش؟ بله اکا دامادش. دامادش کی بوده است؟ بسیار در حیرت میمونید. کمیسر اونال. چی؟ کمیسر اونال داماد آقای اکرم بوده است؟ بله اکا. در این خبر رو از کجا فهمیدید؟ نمی که ما هست کو؟ خیر در مغازه شیرینی ها این را شنیده است. زاغی سیاه گفته رسم را با اکرم اونال برده است. ببین این کاری کمیسر را ها؟ شما مرا بازی چه خیال کردید؟ انتقامم را شمایان میگیرم تا بگاه انتظار شوید. معلوم که از همه قیمتترین آدم برایت زهرا بوده است آقای اکرم. که ببینیم نبیره قیمت بهایت را دامادت برگرداندن میتواند. میبینیم همه این کارها را برای تو را یافتن میکنم زاغی سیاه. کی بودند را به نزدیکی میفهمیم زاغی سیاه. چنگیز لبه اکا. مرا گوش کن. این دفعه بهانه نمیخواهم. دیوانه میشوم به خدا. زهرا گفتنی دختر را یافته به نزد من بیاره. روید. رفتیم. حالا میبینی آقای اکرم، میبینیم دامادت این دفعه چی کار میکند. بابا جان من میبرایم. بخیر است؟ با کجا داریم به وقتی؟ بابا جان هوا سرد است. داملوزیو اینقدر راه و پیاده نآید گفته فکر کردم که او رو از مسجد با ماشین بیارم. تو رو انتظار است؟ نه سورپریز میکنم. او را چه لفته میتونی؟ با تلفنش زنگ میزدی؟ در اینترنت وقتی نماز خفتن رو دیدم تا تمام شدنش در آنجا میشوم. خوب نبیره خوردکه که من همه چیز را فکر کرده است. بله دیر نکنی دخترم. تمام. اینترنت همه را ویران کرده. یاسومن این گردن بندی مادرم رو تو از کجا یافتی؟ خانم تولین به من هدیه کرد. ها؟ نه هرگز باور نمیکنم. مادرم یگان چیزش رو حتی به من نمیداد. راستش رو میگویم باور نکنید از خودش پرسید. میپرسیم رفتیم همراه هم یک جای میپرسیم.
شما برای چی کار میکنید؟ سر دهید مرا سر دهید یاری دهید